أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده امروز برای شمایان یک مکتوب مادری غمدیده را به سمع شما میرساند و این مادر میگوید: فرزند شیرینم، من این مکتوب را با شما با اشکهای روان نوشته روان کرده ایستادم. جان مادر، من یک پسری داشتم که او را از خداوند تبارک و تعالی با چی عذاب و با دعاها طلب کرده بودم. وقتی که پسرم به وای رسید، با همراه دوستانش برای دریافت مبلغ به روسیه سفر کرد. 4-5 ماه همیشه به من زنگ زده از حال من خبر می گرفت، اما بعدا از او هیچ صدایی نشد، یعنی دیگر به من زنگ نزد و من از این ناراحت گشته خود را به هر سو می زدم. نه خوراک می خوردم و نه خواب می رفتم، زیرا من مادرم و او فرزند یگانه من است. وقتی که به فرزند حادثه ناخوشی روی دهد، دل مادر ناراحت می شود. دل مرا هر روز غم و غصه می خورد و روزی یکی از دوستان پسرم به من زنگ زد و من اولین سوالی که به او دادم: جان مادر، پسری من خوب است؟ چه حال دارد و در کجاست؟ و دوستی پسرم به من گفت: مادر، شما به شهر مسکو آمده می توانید؟ من گفتم: برای چی پسرم؟ پسری من خوب است یا بیمار شد؟ اما دوستی پسرم گفت: مادر، پسر شما وفات کرد و الحال در بیمارخانه قرار دارد. از این رو کارمندان بیمارخانه خواهش دارند تا که از خویشاوندان مرحوم بیاید و جسد را از اینجا برد. از این رو شما باید در حال بیایید. بعد شنیدن این چشم مرا سیاهی گرفت و از هوش رفتم. و در همین حالت بعدی 10 روز خود را در بیمارخانه دیدم. لیکن فرزند خود را از مسکو آورده نتوانستم، از برای آنکه من به آنجا رفتن نتوانستم، فرزند مرا به یکی از آرامگاه نزدیک قبر کردند. من چیکار کردن خود را ندانستم. داد گویم، فریاد کنم. بعد مرگ پسرم 7 ماه گذشت، لیکن تا حال برای من فرزندم
زنده است. وقتی می شود که به نظرم حاضر پسر من می آید و مادر جان من آمدم می گوید. وقتی که در دستان بعضی پسران می بینم که به سایت های اینترنتی در آمدن، من به خیال می روم، فکر می کنم که پسرم به من از شبکه اینترنت سلام می فرستد و می گوید السلام علیکم مادر جان، من صحت و سلامتم. لیکن این فقط خیال است. دوستان پسرم همیشه به من رسم و نوارهای فرزندم را از سایت ادناکلاسنیکی نشان می دادم. از این رو من دیگر به این سامان نظر کرده نمی توانم، چون که هر وقتی که نظر می کنم نگاهی فرزندم پیش نظر می آید. و من یکی از مکتوب های فرزندم را به یک ورقی نوشته بودم و او می گوید مادر جان، در این شهر همه شرایط ها خوب است، از من خاطر نشوید و مبلغی که فرستاده بودم همش را جمع کنید، انشاءالله شما را جراحی میکنیم و انشاءالله صحت و سلامت میشوید. عذر فرزندم، دیگر باقی مانده اش را نوشته نمیتوانم. و از شما خواهش دارم تا این مکتوب مرا به سمع دیگران رسانید، تا که شخصانی که در راه مسافرین و بعضی از آنها درس عبرت گردد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. برادران و خواهران اهل اسلام من، در کدام منازلی که نباشید از حال پدر و مادر خبر گیرین و در کدام منازلی که نباشید از راه خطا خودداری کنین. زیرا ظلم و ستم روزی حتما سزای خود را می‌بیند و آبادی و آرامی و خوشرفتاری و خوشگویی مکافات خود را می‌بیند. در این دور و زمان بسیار جوانان در شهرهای مسافری جان را به جان آفرین سپاریدند. الهی خداوند تبارک و تعالی همه آنان را مثل شهید قبول کند و منزل آخرتشان را آباد گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت.